خداوند میگوید انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. به درستی هر کی پرهیزگاری کند و صبر نماید پس خداوند مزد نیکوکاران را نابود نمی کند. وقتا کسی این آیه را میشنود باید قصه یوسف علیه السلام را از اول به خاطر آورد. یوسف علیه السلام همان جوانی بینهایت زیبا با چهره زیبا و روحی پاک دل پدر و مادرش را مفتون خود کرده بود. او را بینهایت دوست می داشتند. او غرق در ناز و نعمت و مهر و محبت پدر و مادر بود. ناگه از تمام این ناز و نعمت و مهر و محبت محروم شد و بر چاه افکنده شد، یکه و تنها در یک بیابانی بی سرپناه. آوازش را کسی نمی شنید. بعد از این از چاه گرفته شد و مثل برده فروخته شد. در خانه عزیزی مصر به فتنه زنها روبرو شد. او را به سوی فحشا می خوانند، می گوید معاذ الله انه ربی احسن مثوای. جای مرا نیکو ساخت حال آن که در چاه پرتافته شده بود. چون برده فروخته شده بود باز هم می گوید جای مرا نیکو ساخت. و بعد از این در زندان پرتافته شد. او در زندان مردم را به سوی خدا دعوت می کرد. ای دو یاری زندانی من، آیا خدایانی پراکنده بهترند یا خدای یکتای غالب؟ تا اینجا یوسف علیه السلام هیچگاه ناراضگی بیان نکرد. هر چیزی که به او رخ میداد او به خداوند تکیه کرده بود. در آخر هم وقتا که از زندان آزاد شد گفت و او به من نیکی کرد چون مرا از زندان بیرون آورد. الله اکبر. بینید که چه خیلی تنها نیکی ها را یاد میکند. و این یکی از درس های بزرگ این سوره است که ما باید آن را در زندگی تطبیق کنیم. یعنی تنها به نیکی ها نگاه کنیم. خداوند پیامبران را الگوی ما قرار داده است تا به آنها پیروی کنیم. درس عجیب و بزرگی که باید از این قصه بگیریم این است که کاملا به تقدیر خداوندی تسلیم شویم و به خداوند ذوالجلال همیشه گمان نیک داشته باشیم. تا دم مرگ، تا آخرین لحظه های حیات به خداوند گمان نیک کنیم. نباید هیچ اعتراض و ناراضگی در مقابل هر بلایی که بر سرمان می آید نشان دهیم و شعارمان این باشد خداوندا تا دم مرگ ما به تو تسلیم شده ایم. مؤمن حقیقی هنگام امتحان ها معلوم می شود. هرگاه مصیبت بر او رسید این سخنان خداوند را به یاد می آورد. آیا مردم پین داشتند که همین که گویند ایمان آوردیم گذاشته شوند و آنها امتحان کرده نشوند؟ آن که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام شما در عمل نیکوتر است. مؤمن حقیقی همیشه تسلیم خداوند است. هرگاه بلای بیاید میگوید شاید این برای من خیر باشد و شاید که شما چیزی را ناخوش دارید و حال آن که وی برای شما بهتر باشد و شاید که شما چیزی را دوست دارید و حال آن که وی برای شما بد باشد و خدا میداند و شما نمیدانید. یا خودش را سرزنش کرده میگوید شاید گناهانم باعث این مصیبت شده اند و این کفاره گناهانم است. یا میگوید شاید این امتحان خداوند است، میخواهد که ببیند که من چیکار میکنم. صبر میکند و با خداوند توکل میکند. تسلیم او تعالی شده با او گمان نیک میکند. میگوید پروردگارا گمان من بر تو زیبا است و گمانم نسبت خودم زیبا است. من بنده مقصرم، من بنده گناهگارم. خداوندا با من با فضل و احسان خودت معامله کن. خداوندا اگر با عدلت با من معامله کنی هلاک میگردم. ولیکن ای بهترین بخشایندگان، من از تو امید دارم که برای من فضل و رحمت و عفوت را نصیب گردانی. این است بندگی، این است موقفی درست. ما باید حکمت همه این را به خداوند ذوالجلال حواله کنیم و دعا کرده بگوییم پروردگارا خیر همه در دستان توست. این نوع بندگی را خداوند دوست می دارد. خوب، پاداش این همه چیست. وقتا انسان این وصفها را داشته باشد البته عاقبتش درخشان می گردد. زیرا برای یوسف علیه السلام هر مشکلی که آمد و او صبر کرد و به خداوند توکل کرد عاقبتش درخشان شد. خداوند می فرماید و همچنین یوسف را در آن زمین منزلت دادیم. در آن زمین هر جا که می خواست جای می گرفت. به هر که خواهیم رحمت خود را می رسانیم و مزد نیکوکاران را نابود نمی کنیم. بله، محال است که خداوند پاداش دوستانش را ضایع کند. محال است که خداوند دوستانش را ترک کند. عاقبت را برای آنها گردانیده است. والعاقبة للمتقین. بدرستی هر کی پرهیزگاری کند و صبر نماید پس خداوند مزد نیکوکاران را نابود نمی کند. ما در امتحان قرار داریم. هر کی صبر کرد، تسلیم شد و از خداوند ترسید، برای این انسان بشارتی است
این انسان عاقبت درخشانی دارد در همین دنیا پیش از این که به آخرت برود. خداوند میگوید برای آنها در زندگی دنیا مژده و در آخرت مژده است. سخنان خدا را هیچ تبدیلی نیست.